تو مسیر بودم، کلافه از دود و ترافیک و گرما، خسته از نشدن و نرسیدن. اما نرسیدن به کی؟ به چی؟ درست نمیدونم. یعنی میدونم اما مطمئن نیستم که درست فهمیده باشمش. چش دوختم به ماشینایی که مورچه‌ای حرکت میکردن، صورتهای اخمو، عصبی، خسته و نگران راننده هاشون. انگار ته چهره هر کدومشون میتونستم این خستگی رو ببینم. یعنی از چی خستن؟ آره، دود و ترافیک و رانندگی های عجیب غریب این شهر خسته کننده هست، ولی جنس خستگیشون انگار از آتش رسیدن بود، نزیستن. هر کی به یه شکلی تو فکر بود. من اما نمیدونم چرا وسط این درام زندگی یهو یه جمله تو مغزم زنگ زد: تر باش، نه ترین.